سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی تریلر جدیدی که در مورد نبرد از طریق آسمان ها پخش شد با یه غریبه آشنا روبرو شد. نمیدونم تونستید بشناسیدش یا نه. حالا من تو ادامه توضیحات یه فلش بک هایی میزنم به قدیم تا شاید متوجه بشین و حالا باید منتظر یه نبرد شدید باشیم و همینطور نبرد با تالار روح یا تالار ارواح. به هر حال جنگ سختی در پیشه. یکی دو روز پیش بود که قسمت جدید پخش شد و با پخش شدن و دیدن قسمت 136 ما هم موندیم تو کف قسمت بعدی. و حالا در قسمت جدید شیاین همراه با چن تیاننان، تانگژن و هوانگشان و سایر مبارزات به ویرونه باستانی نفوذ کردند. اما این بار شیاین خوششانستر از بقیه بود و موفق شد میوه روح رو تصاحب بکنه. طبق تیزر قسمت 137 شیاین و چینگلین وارد نبرد نفسگیر شدن تا یک جانور دارویی سطح 8 رو تصاحب کنن. از طرفی این دوتا بعد از مدت‌ها با هم روبرو میشن و خلاصه با هم روبوسی و سلام و احوالپرسی میکنن. در همین حین زاشینگ لاوگویی نیز در ویرونه‌ها ظاهر شده و تومار باستانی افسانه‌ای هم خودش نشون میده. یه خرطوخری میشه که نگو. در ادامه جزئیات بیشتری از این اتفاقات هیجان‌انگیز رو بررسی میکنیم. بریم و برگردیم با ادامه این ویدیو همراه من باشید. تو تیزر منتشر شده مشخص شد که چینگلین نیز به ویرانه باستانی رسیده. اما اون تنها نیست. گروهی از مبارزان قدرتمند از قبیله مارهای 9 جهنمی یا مارهای 9 سایه یا مارهای 9 نهر جهنمی، والا کلمه درستی نمیشه براش توصیف کرد، تحت فرمان اون حضور دارن و به شدت مراقب اوضاع هستن. از طرفی شیایشن و زیان زودتر از همه جانور دارویی سطح 8 رو پیدا کردن و قصد دارن اون رو فریب بدن تا به دستش بیارن. اما در همین لحظه چینگلین و افرادش سر میرسن و نبردی اجتناب ناپذیر آغاز میشه. چینگلین فقط برای به دست آوردن مهارت‌های جنگی سطح آسمانی به ویرانه‌های باستانی نیومده. هدف اصلی اون این جانور دارویی هستش. دلیلش هم این هستش که اون در حین فرار از دست مبارزان قبیله مارهای 9 جهنمی مسموم شده و دچار سم امپراتور مار شده. البته باید دید که عزیزان مترجم برای این سم چه اسمی به کار میبرن، پس لطفاً سر اسامی که من به کار میبرم حساس نشید. ولی خب خدا رو شکر تا الان هیچکی برای اسامی مهارت‌ها یا سم‌ها یا نفرین‌ها ایراد نگرفته و مشکلی پیش نیامده. و اما ادامه ماجرا، چینگلین برای درمان خودش نیاز به این جانور دارویی داره و حاضر برای تصاحب اون هر کاری بکنه. در نتیجه اون و شیاین وارد یک نبرد سنگین میشن. هر دو به شدت به جانور نیاز دارن و هیچ کدوم هم حاضر نیستن تسلیم بشن. از اونجایی که چینگلین ماسک روی صورتش داره و حتی به زین هم قبلا حمله کرده، اگه یادتون بیاد همون جایی بود که تو قسمت 136 زین خوابیده بود و چینگلین مخفیانه وارد چادر زین شد تا اون رو بکشه. به هر حال شیاین ابتدا اون رو تو خرابه‌های باستانی به عنوان دشمن میبینه. از طرفی چینگلین نیز به هر کسی که سر راهش هم باشه رحم نمیکنه. توی این نبرد شیاین از امپراتور اینجیه یا همون مهر امپراتوری برای حمله استفاده میکنه و چینگلین نیز با چشمان اسرارآمیز 3 گل مار سبز پاسخ میده. اگه یادتون بیاد تو فصل‌های قبلی هنوز که استایل و چهره شیاین تغییر نکرده بود، شیاین دنبال آتش آسمانی بود و تصمیم میگیره به یک کویری بره و برادراش رو ببینه و اونجا بود که متوجه میشه که یک آتش آسمانی حالا تو دل کویر وجود داره و اون آتش آسمانی رو که میخواست محلش رو پیدا بکنه دید که یک پیتونی هست و باید یک کاری بکنه و اونجا چینگلین میاد با چشمای خودش اون پیتونی که یا اون ماری که داخل گداز آب بود رو اون رو رام میکنه و این باعث میشه که شیاین بره محل آتش آسمانی رو پیدا بکنه. نمیدونم یادتون میاد یا نه، ولی من
سعی کردم که تیکایی از اون ویدیو رو یا اون فصل رو اینجا براتون بذارم تا حالا یه تجدید خاطری بشه. بریم برای ادامه توضیحات. اما در نهایت شیوین موفق میشه چینگلینگ رو شکست بده و ماسک اون رو از بین ببره. اینجاست که چهره زیبای چینگلینگ نمایان میشه. اون حالا یه دختر بچه سالهای گذشته نیست. چهره جذاب و شخصیت کاریزماتیک اون همه رو شگفت زده میکنه. در نهایت شیوین به کمک چشمان سه گل مار سبز و چینگلینگ نیز از روی شمشیر سنگین غول پیکر اون رو میشناسه و بالاخره بعد از سالها این دوتا همدیگر رو میبینن و میشناسن. به به چه صحنه قشنگی! چشمای ملکه مدوسا و شونار روشن، یه رقیب دیگه اضافه شد بهشون. با این دیدار احساسی دروازه اصلی ویرانه باستانی باز میشه و تمام قدرت‌های بزرگ وارد عمل میشه. بیگ زونگ از دره یخ، لی زونگ از کاخ باد و رد، هوانگ شوان از قبیله ققنوس و چن تیان نان از فرقه شیومینگ همگی در این محل جمع شدن. اما در این میون شخصی که همه رو غافلگیر میکنه داداش تک دستمون زای شینگ لاوگویی از قصر روح یا ارواح هستش. قصر روح همیشه در پی تصاحب قدرت‌های باستانی بوده و زای شینگ لاوگویی به دستور هون میه چنگ به همراه افرادش وارد ویرانه باستانی شدن. اون تا این لحظه در کمین بود، اما با باز شدن دروازه اصلی دیگه نمیتونه پنهون بمونه. وقتی که چشمش به شیوین میفته خشم اون به اوجش میرسه، چرا که شیوین در نبرد برای نجات روح استادش که تو زندان قصر روح زندانی شده بود بازوی اون رو قطع کرده بود و حالا اون به دنبال انتقامه. در مرکز تالار اصلی ویرانه یک مجسمه غول‌پیکر وجود داره که تومار باستانی در دست داره. این تومار به صورت شناور در هوا قرار گرفته و گفته میشه که حاوی یک مهارت جنگی سطح آسمانیه. همین موضوع باعث میشه همه مبارزان با چشمانی برافروخته برای تصاحب اون آماده نبرد بشن. اما نکته جالب اینجاست که به جای یک تومار 10 تومار مختلف در این ویرانه پنهان شده و در کنار اونها چندین عروسک جنگجوی باستانی با سطح قدرت دوزون محافظت از اونها رو بر عهده داره. نبردی سرنوشت ساز آغاز میشه. شیوین، تانگژن، زای شینگ لاوگویی، بیگ زونگ، هوانگ شوان و سایر مبارزان هر کدوم با تمام قدرت وارد میدان میشن تا تومار رو تصاحب کنن. اما در این میان چن تیان نان از فرقه شیومینگ تصمیم میگیره که با شیوین روبرو بشه که این تصمیم برای اون پایان خوشی نداره، چون همه میدونیم که آخر سر چه اتفاقی قراره براش بیفته. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تنها دلگرمی ما همین لایک و کامنت و سابسکرایب های شما هستش. حتما توی کامنت ها هم نظرتون رو در مورد این ویدیو برام بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.